ما از وقتی به یاد داریم بهمون گفتن زمین گرده، اما یه سوال ساده: کی خودش امتحان کرده؟ ما فقط به چیزایی که بهمون گفتن اعتماد کردیم بدون اینکه تحقیق کنیم. حالا وقتشه که پرده از بزرگترین فریب‌های تاریخ برداریم. تو قرن 19 یه دانشمند به اسم والتر گرینفیلد آزمایش انجام داد. اون یه تراز بلند روی سطح آب گذاشت و هیچ انحنایی ندید. اما این تنها مورد نیست. تو سال 1942 جوزپه مالیوا همین آزمایش رو با تکنولوژی لیزری انجام داد و نتیجه همون بود. یعنی هیچ انحنایی وجود نداره. اگه زمین یک کره است، پس چرا افق همیشه صاف به نظر میرسه؟ توی پروازها روی دریا حتی از بالای بلندترین کوه‌ها هم انحنایی دیده نمیشه. یه خلبان قدیمی، کاپیتان ادوارد مونرو، گفته بود که در 30 سال پروازش هیچ انحنایی رو زمین ندیده. اما اینجا سوال مهم پیش میاد: چرا ناسا هیچ وقت یه عکس واقعی از زمین منتشر نکرده؟ تمام تصاویر منتشر شده طبق گفته خودشون شبیه سازی کامپیوتری و ویرایی شده هستن. چرا یه عکس واقعی از کل زمین وجود نداره؟ یکی از بزرگترین مشکلات مدل زمین کروی اینه که اگر زمین با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت میچرخید، چرا ما هیچ حرکتی حس نمی‌کنیم؟ چرا وقتی هواپیما تو آسمون حرکت میکنن نباید مدام مسیرشون اصلاح کنن؟ اگر زمین میچرخید هیچ وقت نباید به مقصدشون برسن. و این تنها بخش کوچکی از فریبی که بهم گفتن. تاریخ پر از دروغ‌های بزرگه که حالا یکی یکی دارن فاش میشن. اگر واقعا دنبال حقیقتی، پس به چیزی که بهت گفتم بسنده نکن. تحقیق کن، خودت امتحان کن و از چیزی که پیدا میکنی شگفت زده شو.